بسم الله الرحمن الرحیم. ما راجع به ویرچوال مموری صحبت می‌کردیم. دیدیم که انواع حافظه به شکلی هستند که یک ساختار سلسله مراتبی دارن. یعنی اگر بخوام دقیق‌تر بگم، کم عدد و رقم بهتون بگم، اینجا توی یکی از این اسلایدها داشتیم. آره اینجا هستش. حافظه‌های اسرم رو داشتیم که به عنوان کش ازشون استفاده میکردیم. این حافظه‌های اسرم رو که اینا معمولا خیلی گرون هستن. قیمتشون رو اینجا الان میبینید نوشته. قیمتشون رو اینجا ما زدیم. یه لحظه من اجازه بدید. خب در عوضش زمان دسترسی در این پردازنده ها خیلی پایین بود، نیم نانوثانیه تا 2.5 نانوثانیه، ولی قیمتشون پر گیگابایتشون خیلی بالا هستش. دیرم ها رو داریم، سرعت دسترسی تقریبا 10 برابر افزایش پیدا کرده از لحاظ تأخیر، ولی خب قیمت میبینید 100 برابر بهتر شده پر گیگابایتش. دیسک های مغناطیسی رو داریم که اینا باز دوباره یه چیزی نزدیک مثلا 1000 برابر کندتر شدن، یا حتی مثلا 1,000,000 برابر نسبت به اسرم کندتر هستن. در عوض باز قیمت اینها 100 برابر گیگابایتش کاهش پیدا کرده. پس ما مجبوریم برای ساختار حافظه ها از یک ساختار سلسله مراتبی استفاده کنیم. در این ساختار سلسله مراتبی ما سراغ ویرچوال مموری رفتیم. در ویرچوال مموری ها دیدیم که ما هم میتونیم هدف پروتکشن رو برآورده کنیم، یعنی حفاظت کنیم از برنامه ها به این شکل که برنامه‌ای به حافظه برنامه دیگه دسترسی نداشته باشه، دسترسی غیر مجاز نداشته باشه، و این نیازمند این بود که ما بتونیم ترنسلیشن انجام بدیم. چون ویرچوال مموری داریم آدرس ها مجازی میشد و ما احتیاج داشتیم که ترنسلیشن انجام بدیم. خب این ویرچوال مموری مالتی پروگرامینگ رو برای ما امکان پذیر میکرد. نوع سادهش بیس اند باند بود که انگار از یه آدرسی شروع بشه برنامه و تا یه آدرسی هم تموم بشه، ولی نوعای پیشرفته ترش دیگه کامل ویرچوال مموری بود. و حتی الان ما ویرچوال ماشین رو داریم دیگه، یعنی اصلا چندین ماشین مجازی اجرا بشه روی چندین سی پی یو مجازی و چندین حافظه مجازی داشته باشه. حافظه ها دیدیم پیج بیس بودن، یعنی به صورت پیج اونها رو دسته‌بندی می‌کردیم و او اس میتونست اینا رو الوکیت کنه و آزاد بکنه که خب مزایاش رو صحبت کردیم و ما بر اساس آدرسمون میتونستیم به اینا دسترسی داشته باشیم. یه ترنسلیشن لوک اساید بافر رو استفاده کردیم به نام TLB که گفتیم این TLB اون آدرس ترجمه آدرس هستش، یعنی آدرس مجازی رو ترجمه میکنه به آدرس فیزیکال. تا اینجا اومدیم که این TLB رو در موردش صحبت کردیم که یه چیزی شبیه کش هستش و این TLB هم تو همون حافظه اصلی نگهداری میشه و ما باز اگر تو TLB آدرسی رو پیدا کنیم مثل این هستش که تو حافظه اصلی کش شده و دیگه لازم نیست سراغ هارد بریم برای برداشتن اون اطلاعات.
و ویرچوال ماشینمون انگار ویرچوال مموریمون انگار رو دیرم یه حالت کش رو ایجاد میکرد که دیگه نیاز نباشه دسترسی 1 میلیون برابر کنتر هارد دیسک رو تحمل بکنیم. به این ترتیب ما از TLB ها برای مپینگ استفاده میکردیم، در مورد اینا صحبت کردیم. بعد چون TLB خودش حجمش خیلی زیاد میشد، جدول بزرگی میشد، اومدیم اینو هم هایرارچی کردیم، سلسله مراتبی کردیم. یعنی یه روت آف کارنت پیج تیبل داشتیم. یه مثلا تو ریسک 5 یه رجیستری داره به نام رجیستر سطب که این رجیستر سطب همونجور که الان من دارم نشون میدم، این رجیستر سطب انگار آدرس شروع TLB مون رو به ما نشون میده، منتها TLB لول 1 مون. تو این TLB باز هر خونهش باز خودش یه TLB رو آدرس دهی میکنه. پس TLB های سطح 2 رو اینجا داریم که گفتیم اگه مثلا این TLB ها برای مثال فکر میکنم حالا 64 تا صحبت از این بود که باشه و اینم اینا 1024 تا اگر باشه، انگار ما کلا میتونیم یک کا TLB داشته باشیم. آدرس مجازیمون هم اینجوری میشد که یه P1 داشت که اون TLB لول 1 رو نشون میداد، مثلا 10 بیتش، اون 10 بیت دوم TLB لول 2، یعنی این 1024 تا خونه داشت. هر کدوم از این TLB هم 1024 تا خونه دارن، ولی باز خودشون 1024 تا بود که رو هم دیگه انگار 1 مگ TLB رو ایجاد میکرد. یه آفستی هم داشت که این آفست هم باز توی اون TLB به ما گفت به کدوم آدرسش دسترسی داشته باشیم. این آفست دقیقاً مثلا اگه این TLB 1024 تا خونه داره، یعنی 1024 تا پیج رو آدرس دهی میکنه که اون آفستش باز میگه کدوم پیج رو ما نیاز داشتیم. خب این TLB ساختار سلسله مراتبی که حالا در ریسک 5 هم همینجور ساختار سلسله مراتبی داره و سیستم های پیشرفته معمولا این ساختار سلسله مراتبی رو دارن، هرچند که بعضی از مین فریم ها همین الان هم هستن که ساختارشون هنوز بیس اند باند هستش. اون بخش های از TLB که حساس تر هستش روی پرایمری مموریمون قرار میگیره. الان رنگ بندی ها رو نگاه کنید، اینا پرایمری مموری هستن. این که اصلا تو رجیستر فایلمون قرار میگیره، اینا توی پرایمری مموریمون هستن. اما یه بخشایی از TLB حتی میتونن تو سکندری مموری قرار بگیرن، یعنی بسته به نیاز باز اون بخشایی از TLB ها میتونن برن توی هارد قرار بگیرن برای اینکه حافظه‌مون مفیدتر استفاده بشه. خب تو ساختار 5 طبقه فایر استیشن ریسکمون هم باید یه تغییر ایجاد میکردیم. یه بخشی به نام TLB اینستراکشن و یه TLB برای دیتا باید اضافه میکردیم. غیر از اون حالا مثلا کش و رجیستر هایی که مربوط به پایپلاینینگ خود ساختار ریسک بود که قبلا در موردش صحبت کردیم، این اینستراکشن TLB و دیتا TLB اضافه میشد و یه پیج تیبل واکر هم اضافه میکردیم که اگر این TLB ها هیت میشدن، یعنی ما یه چیزی رو پیدا میکردیم داخل این TLB ها که خب فقط آدرس رو ترجمه میکردیم رو کارمون رو انجام میدم، اما اگه میس میشد این پیج تیبل واکر باید میرفت توی از طریق مموری کنترل توی حافظه اصلی باز پیدا میکرد، تو حافظه سکندری هم حتی باید میرفت و اون مقداری رو که لازم بود برای ما می آورد. خب به وسیله اینها اون ویرچوال آدرسی که اینجا وارد میشد تبدیل میشد به فیزیکال آدرس. اینجا میبینید ویرچوال آدرس رو داریم، در حالی که این سمت راستش فیزیکال آدرس رو داریم. آدرس ترجمه شده هستش که حالا میره تو کش میگرده و میاد. خب این ساختار یه ایرادی داشت، ایرادش هم این بود که هر دستوری که میخواست واکشی بشه قبل از کش باید از این TLB هم رد میشد. چون TLB توی پرایمری مموریمون هستش، یعنی 100 برابر کنتر نسبت به کش و باعث میشد خیلی کند بشه سیستممون. یعنی اون سیستم ریسک ما اون همه زحمت کشیدیم که سرعت بدیم، با اضافه کردن این TLB ها کند میشه. یعنی وقتی ویرچوال مموری رو به کار میبریم خیلی کندش میکنیم. خود این TLB هم یه پیج فالت دارن
یه پروتکشن وایولیشن دارن، یعنی اگر دسترسی غیر مجاز باشه هم به ما پیام میدن، اگر پیج فالت هم باشه به ما پیام داده خواهد شد. سلام. خب برای این ادرس ترنسلیشن، این TLB هایی که صحبت کردیم، یه ساختار درختی میشه براش کشید و حالا اون بخشایی که حتما باید سخت افزاری باشن و اینجا مشخص کرده، بخشایی که میتونن سخت افزاری یا نرم افزاری باشن و بخشایی که نرم افزاری، یعنی TLB لوکاپمون حتما باید سخت افزاری باشه، ولی پیج تیبل واکمون، یعنی اون حالا بخشی که میخواد بره در صورت میس رخ دادن بره پیدا بکنه باز تو حافظه آدرس و محتوای حافظه رو بیاره، این میتونه نرم افزاری باشه، میتونه سخت افزاری باشه. اون پروتکشن چکمون که حالا اگر هیت اتفاق بیفته اینم باز باید سخت افزاری باشه. پروتکشن فالتمون میتونه اصلا معمولا نرم افزاری هستش. پیج فالتمون هم نرم افزاریه، یعنی اگر میس اتفاق بیفته تو TLB باز میره با پیج تیبل واک یا تو مموری پیداش میکنه که خب TLB شو آپدیت میکنه، یا اگه تو مموری نباشه و باید بره تو هارد دیگه پیج فالت اتفاق میفته و از اینجا دیگه وظیفه سیستم عامل هستش که حالا چجوری از هارد دیسک یا اون حافظه ثانویه منتقل کنه به مموری. اینجام که ما پروتکشن چک داریم، اگر پرمیتد بود که خب فیزیکال آدرس رو داره و کارش رو انجام میده، اگه دیناید شده بود یعنی پروتکشن فالت شده بود باز باید نرم افزار مدیریت کنه که حالا چی کار انجام بده و چجوری دسترسی اون رو قطع بکنه. این اون ساختار سلسله مراتبی آدرس ترنسلیشن هستش که بخشش میبینید توی ریز پردازنده انجام میشه، بخشش توی سیستم عامل انجام میشه، بخشش هم حالا بسته به اینکه شما چه ریز پردازنده و سیستم عاملی داشته باشید، ممکنه سخت افزاری باشه یا ممکنه نرم افزاری باشه. خب یه پیج فالت هندلر داریم که در صورت که پیج فالت رخ بده، یعنی اون محتوایی که ما میخوایم توی حافظه پرایمریمون یعنی دیراممون نباشه، باید دیگه بریم سراغ هارد دیسک که اینجا به پیج فالت هندلر نیاز داریم. خب باید اون میسینگ پیجمون ایجاد بشه، یعنی تو دیرم باید منتقل بشه، از هارد دیسک باید بریم بخونیمش، آپدیتش کنیم. حالا تو این فاصله چون این گفتیم مثلا 1,000,000 بار نسبت به کش کنتره، معمولا وقتی که پیج فالت اتفاق میفته ریز پردازنده یا OS کارش رو رها میکنه، یعنی تو همین مرحله علامت گذاری میکنه، میره یک کار دیگر رو انجام میده، یا ریز پردازنده میره یه ایشوی دیگر رو میکشه داخل و شروع میکنه به پروسس تا این کار انجام بشه. حالا یا از طریق اینتراپت از انجام این کار مطلع میشه، یعنی یه اینتراپتی رو فعال میکنه یا یه فلگی رو فعال میکنه تا موقعی که این کار تموم بشه. پس معمولا منتظر پاسخ پیج فالت از HDD نمیشه، چون این 1,000,000 برابر نسبت به کش کنتره و ما تا موقع میتونیم میلیون ها دستور دیگر رو انجام بدیم. اگرم برای اون پیج فالتی که اتفاق افتاده، حالا پیج جدیدی که میخوایم بیاریم، اگر جای خالی توی رم نباشه باید سواپ انجام بشه، یعنی باید یکی از پیجایی که الان توی دیرم هستش باز کنار گذاشته بشه که باز اینجا سناریوهای مختلف داریم. یکی زودو LRU هستش، رندوم میتونه باشه، ساختار فیفو میتونه باشه و ساختار دیگه. معمولا LRU کامل رو پیاده سازی نمی کنیم چون حافظه دیرم و حافظه HDD حافظه بزرگی هستن در مقایسه با کش و معمولا برای اینها نمیشه LRU رو پیاده کرد، اینا حافظه های بزرگی هستن. پس ریپلیسمنت پالیسیمون زودو LRU هستش یا رندوم هستش و معمولا به صورت نرم افزاری و در سطح سیستم عامل پیادهش میکنه. خب این چون این پیج ترانسفر در حد میلی ثانیه طول میکشه، پیج فالت معمولا کاملا نرم افزاری توی OS انجام میشه و ربطی دیگه به ریز پردازنده نداره. اینا در سطح کرنل انجام میشه. به خاطر همینم untranslated address mode is essential to allow kernel to access page table و یعنی باید کرنل ما به
پیج تیبل ما دسترسی داشته باشه. خب یه سری مفاهیمی اینجا داشتیم که جلسه گذشته صحبت کردیم. TLB میس گفتیم که یه نرم افزار یا سخت افزاری رو نیاز داره که یه مکانیزمی باشه که دوباره TLB رو ریفیل کنه. یعنی وقتی میس اتفاق افتاد، یعنی باید ما بیایم TLB مون رو پر بکنیم. خب باید هندل بکنیم پیج فالتمون رو. معمولا این قابلیت رو باید داشته باشه که ریستارتیبل اکسپشن باشه، یعنی ما باید کار رو بتونیم توی همین مرحله رها بکنیم، چون وقتی پیج فالت اتفاق میفته گفتم دیگه میلیون ها سیکل طول میکشه تا اون پیج منتقل بشه تو دیرم. باید کار رو رها کنیم، ریستارت بکنیم، یه ایشوی دیگر رو ریستارزنده بکشه داخل و مشغول بشه به انگار پردازش‌های خودش. وقتی این کار تمام شد، حالا از طریق یه اینتراپتی یا یه به هر حال روش دیگه‌ای خبردار میکنه ما رو. بعد ما باید بیایم دوباره ریستارت شده اون ایشوی قبلی رو بکشیم داخل. دیگه پیج فالت هم نمیده چون پیجش اومده توی دیرام موجود هستش، TLBش هم آپدیت شده و اون کار رو میتونیم دیگه انجام بدیم با محتوای حافظه. خب اینجا گفتیم پروتکشن وایلیشن هم ممکن اتفاق بیفته که حالا اون پروسس ابورت باید بتونیم اون پروسس رو کنار بذاریم که دیگه اینا میشه وظیفه OS. خب ما برای اینکه با این کندی TLB توی ساختار گفتیم دیگه، ما قبلا پروگرام کانترمون مستقیم به کش متصل بود. کش و پروگرام کانتر هر دوتا رو CPU هن، سرعتشون هم در حد 1 سیکل بیشتر نیستش. اما حالا که TLB رو میخوایم اضافه بکنیم، چون باید بریم تو دیرم، یه چیزی روی 100 برابر کندتر میشه و این باعث میشه که خیلی سرعت رو بیاره پایین. یه راهش اینه که ما بیایم کلاکمون رو اسلو دان کنیم، سرعتشو بیاریم پایین، یا اینکه TLB رو با کش اکسسمون TLB رو با کش اکسس بیایم پایپلاین بکنیم. یا اصلا اینکه ما چرا آدرس رو ترجمه کنیم، توی همین کش هم آدرس های مجازی رو بذاریم و دیگه اصلا این TLB رو از اینجا ورداریم، یا به عبارت دیگه ماژول TLB رو منتقل کنیم به بعد از کش که انگار آدرس مجازی رو از این تو بخونیم. اینم یه راه حل دیگه هستش. یه راه حل اینه که TLB پارالل باشه با کش اکسس، یعنی TLB کار خودشو انجام بده، کش اکسس هم کار خودشو انجام بده. فوق العاده پیچیده میکنه همین موضوع TLB و ویرچوال مموری. بحث ریز پردازنده رو و طراحی ریز پردازنده رو به نظر من خیلی پیچیده میکنه، خیلی هم کند میکنه، ولی مجبوریم به خاطر اینکه میخوایم پروتکشن داشته باشیم و حافظه‌های بزرگ، مجبوریم این کار رو انجام بدیم. البته توی ریز پردازنده‌های جدید دنبال راه حل‌های جدید هم هستن. حالا یه راه حل رو اینجا اومده توی اسلاید دیگه توضیح داده که جای TLB با فیزیکال کش رو میبینید عوض کرده و دیگه فیزیکال کش رو نوشته ویرچوال کش و در عوض TLB رفته بعد از ویرچوال کش نشسته. خب به نظر خیلی راه حل خوبی میاد و باعث میشه که وقتی که ما آدرس رو دیکد میکنیم تو کش میگردیم، دیگه سرعتمون کند نمیشه، بعد میریم سراغ TLB. اما یه سری ایراداتی ایجاد میکنه. این اولا که خب دیگه one step process in case of a hit داریم، یعنی اگه این هیت توی کش اتفاق بیفته ما توی یه سیکل بازم کارمون رو انجام دادیم. اما اگر توی هیت اتفاق نیفته باید فلاش بشه، یعنی باید کلا دوباره اون ایشو رو خالی کنیم از تو پایپلاینمون و کارهای دیگر رو انجام بدیم. که حالا گفته که cache needs to be flushed on a context switch unless address space identifiers یا address space identifier یا اسید رو نیاز داریم که تگ ها تو اون نگهداری بشه. یه پدیده هم اتفاق میفته که مشکل اصلی اینه، الیاسینگ پرابلم اتفاق میفته که حالا این الیاسینگ رو توضیح میدم و کش کوهیرنسش هم باید مدیریت بشه. الیاسینگ رو اگر بخوام توضیح بدم، اینجا تو این صفحه اگه نگاه بکنید
ما پیج تیبلامون مثلا یه آدرس مجازی VA1 داریم، یه آدرس مجازی VA2 داریم. مثلا اینا فرض کنید توی 2 تا پروگرام داریم دسترسی پیدا می‌کنیم به 2 تا آدرس مجازی، ولی در اصل اینا یه محتوای آدرس فیزیکی رو نیاز دارن. یعنی مثلا هر دو تا دارن به یه آدرس دسترسی پیدا می‌کنن، ولی برای مباحث پروتکشن در ویرچوال مموری اون انگار داریم هر برنامه داره تو آدرس مجازی خودشو داره. خب پس آدرس فیزیکی یکی هستش. حالا اگه ما بیایم کش رو بذاریم قبل از TLB بذاریم، مشکلی که پیش میاد این آدرس مجازی که متفاوت هستش انگار 2 تا خونه کش رو پر میکنه، در حالی که یه خونه فیزیکی بیشتر نیاز نداریم. و به این ترتیب ما میبینیم که ما در حالی که یه حافظه بیشتر نیاز نداریم، اما 2 تا یا چند تا کپی از اون رو نیاز داریم که تو کش نگهداری بکنیم. برعکسش هم ممکنه اتفاق بیفته، یعنی که ممکنه که ما تو آدرس مجازی با هم آدرس مجازی ها یکی باشه، در حالی که هر کدوم به یه خونه حافظه فیزیکی متفاوتی اشاره بکنه. این 2 تا مشکل سبب الیاسینگ این ویرچوال ادرس کش میشه. یعنی اگر ما کش رو بیاریم جلوتر از TLB بذاریم، این 2 تا اتفاق میفته که باید مدیریت بشه و کنترل بشه، که حالا باز راه حل‌های مختلفی هم براش ارائه شده که فکر کنم از بحث ما دیگه خارجه و ما نمیتونیم بهش بپردازیم. حالا مثلا اینجا گفته جنرال سولوشن اون راه حل کلیمون این هستش که پریونت کنیم الیاس کوگزیستینگ این کش. یعنی ما باید با یه روشی بالاخره نذاریم که الیاسینگ توی کشمون اتفاق بیفته. یه سافتور سولوشن هم داره که دایرکت مپ انجام بدیم تو کشمون. اون ویرچوال ادرس هایی که شیر میکنن پیج ها رو ماست اگری این کش ایندکس بیت، اون به حساب ایندکس بیت هاشون هم باید با هم دیگه برابر باشه. حالا اینا راه حل‌های مختلفه که دیگه من نمیخوام دنبال بکنم. یک راه حل دیگه این هستش که ما concurrent access to TLB and کش داشته باشیم. یعنی TLB و کش ما همزمان دسترسی بهش پیدا کنیم. یک دسترسی به کش داشته باشیم، یه دسترسی به TLB داشته باشیم که یه مقدار کار رو پیچیده میکنه و دیگه من این بخشش رو ادامه نمیدم. فقط در همین حد بدونید که concurrent access to TLB and کش هم میتونیم داشته باشیم که انگار یک فیزیکال تگ کشی رو ما داریم، یه بخشیش انگار حافظه این VPN انگار بخش فیزیکال هستش، VPN بخش آدرس انگار ویرچوال هستش و تو اون پیج آفست هامون حالا باید دستکاری کنیم طوری که انگار کشمون رو هم پوشش بدیم. از اینها رو بگذرم. اینا روش‌هایی هستش که انگار میخواد اون کانکارنت به حساب کش و TLB رو حالا راه حل‌های مختلف رو توضیح بده. یه راه حلی مثلا 8 پیج تیبل هستش که در کامپیوتر اطلس به کار رفته. حالا اینم فعلا ردش کنم، اجازه بدید. خب ما ویرچوال مموری رو دیدیم که اون ساختار تاریخچه‌ش رو با هم دیگه دنبال کردیم و رسیدیم به ویرچوال مموری های پیشرفته که TLB دارن و این TLB و کش میتونن کانکارنت باشن، کش جلوتر باشه، TLB جلوتر باشه و باید با یه روش های مشکلاتش مدیریت بشه و حل بشه. گفتیم روش بیسن باند وجود داره که روش قدیمی تر این مشکلات ویرچوال مموری رو نداره، ولی خب خیلی ساده است، اما هنوزم تو بعضی از کامپیوترها از این بیسن باند استفاده میشه. تایم شیرینگ رو داریم که انگار مور اینتراکتیو پروگرامز رو میتونیم توسط این تایم شیرینگ انجام بدیم. ویرچوال ماشین مانیتور رو هم که بگذاریم ازش. این قسمت رو میخواستم بگم. سرورها و دسکتاپ ها و لپتاپ ها، اسمارت فون ها، اینه که امروز هستن همشون فول دیمند پیج ویرچوال مموری هن. یعنی همشون ساختار ویرچوال مموری دارن،
همشون هم پیج حافظه رو تقسیم میکنن، یعنی کاملا حافظه تقسیم بندی پیج شده هستش. پس هم گوشی ها، هم لپتاپ ها، هم دسکتاپ ها، هم سرور ها اینجوری هستن. اینا portability between machine with different memory size رو میتونه برقرار، یعنی دیگه برنامه که ما می‌نویسیم دیگه به سایز مموری بستگی نداره، چون کامل پیج شده و ویرچوال مموری هم درش پیاده شده، دیگه به تکنولوژی مموری هم بستگی نداره، به سایز مموری هم بستگی نداره و به راحتی میشه کنترل کرد. protection between multiple users for multiple task هم میتونیم انجام بدیم، یعنی سیستم میتونه چند تا تاسک داشته باشه، چند تا هم کاربر داشته باشه، بدون مشکل ما اینا رو میتونیم با این ساختار ویرچوال مموری مدیریت کنیم. share a small physical memory among active task، اون آدرس حافظه پرایمریمون که حالا ممکنه کوچیکم باشه، این بین اکتیو تاسک همون شیر میشه، به صورت شیر شده استفاده میشه و سیمپلیفاید میکنه ایمپلمنتیشن او اس مون رو. این ویرچوال مموری باعث میشه که او اس مون سبکتر و ساده تر بشه. اما در ریز پردازنده های وکتور سوپر کامپیوترز، اینایی که وکتوری هستن و قرار هستش پردازش های وکتوری انجام بشه، اینا مثلا حالا شاید جی پی یو هم بشه از همین دسته به حساب آورد. اینا معمولا ترنسلیشن آدرس توشون نداریم، پروتکشن نداریم، ترنسلیشن و پروتکشن داریم ولی اینا معمولا کاملا پیج بندی شده نیستن و اون ساختاره که ما توضیح دادیم رو استفاده نمی‌کنن. تو بعضی از اینها مثلا هنوز بیسن باند استفاده میشه و معمولا در این سیستم ها وقت سی پی یو خیلی ارزشمنده و ما علاقمند نیستیم که با کندی دیسک بیایم حالا سی پی یو رو هم درگیرش کنیم توی ساختار ویرچوال مموری که انگار به لطمه بخوره به خاطر سرعت عمل کند دیسک ها. معمولا توی این ساختارهای وکتور سوپر کامپیوترها خود جابی که قرار هستش اجرا بشه فیت میشه تو مموری و دیگه وقتی فیت شد اجرا میشه و اگه فیت نشد اصلا اون اجرا نمیشه. difficult to implement restartable vector instruction. تو ساختارهایی که وکتور بیس هستن ما بخوایم ریستارتیبل بسازیم، یعنی مثلا جایی که پیج فالت داریم کار رو رها کنیم بعد بریم یه کارهای دیگه ای رو بیاریم تا این کار اینتراپت بده ما و فلاش کنیم اصطلاحاً اون پایپلاینمون، این کار سختیه چون یه وکتور بزرگی ایشو شده اومده داخل و حالا ما اینو که میخوایم فلاشش بکنیم کار سختیه. جی پی یو های مدرن هم شبیه همین وکتور سوپر کامپیوترها عمل میکنن، ترنسلیشن و پروتکشن دارن اما دمند پیجینگ روشون نداریم. این هم از ساختارهای امروزی. اما امبدد پروسسورها، اون مثلا پردازنده های آرمی که ما الان استفاده میکنیم یا ساختارهای دی اس پی که استفاده میکنیم، اینا معمولا provide physical addressing only، یعنی تو اینا دیگه اصلا ما ویرچوال مموری به هیچ وجه نداریم و فیزیکال ادرسینگ فقط داریم. خب به دلیل اینکه خب اینا ریسورس ها خیلی محدودتر هستش و ما دیگه او اس هم به اون شکل نداریم و فقط میخوایم خودمون همه کارا رو مدیریت بکنیم، برای همین اینا دیگه از ویرچوال مموری ساپورت نمیکنن. معمولا اینا سکندری استوریج ندارن، هرچند که میشه فلش هایی که امروز استفاده میشه رو یه نوع سکندری استوریج به حساب آورد. من حدسم اینه که شاید مثلا در آینده باز یه نیمچه ویرچوال مموری برای اینا هم بیاد دیگه، چون فلشی داریم که حالا مثلا پروگرام باید اول از تو فلش بره تو حافظه قرار بگیره، تو پرایمری مموری قرار بگیره بعد اجرا بشه و همین کارم میشه یه مدیریتی مثلا داشته باشه، یه شبه ویرچوال مموری براش راه اندازی بشه یا حالا مثلا بیسن باندی یا بالاخره پروتکشن براش در نظر بگیریم، ممکنه این هم داشته باشه. difficult to implement precise or restartable، باز این هم مشکل داره با اون restartable exception ها، به خاطر همین سراغ ویرچوال مموری براش نمیریم. خب در همین حد فکر میکنم حافظه ها
کافی هستش. میریم سراغ پایپلاین ها. البته از این اسلایدهای دیگه هم میشه حالا یه بخش هایی رو به نظرم توضیح داد. ببینم اینجا چیزی لازم هستش که من توضیح بدم. آره این اسلایدهای خود آقای هنسی هستش. متاسفانه من این اسلایدها رو همشو نتونستم پیدا بکنم. اگر باز آقای امین‌الشریعه یا بقیه تو این زمینه تخصص دارن، من این اسلایدها رو نیاز دارم. نگاه کنین الان این فصل 5 Large and Fast Exploiting Memory Hierarchy هستش. مال چون این کتاب چاپ مورگان کافمن هستش، انتشارات مورگان کافمنه، اینا همشون یه امکایی کنارش داره. حالا اگه بتونید فصلهای دیگه‌ش هم برای من دانلود بکنید خیلی ممنون میشم. مثلا چپتر 4ش عنوانش هستش The Processor. حالا اگر بتونید مثلا همین عنوان هم بزنید Computer Organization and Design، بعد مثلا چپترهای مختلفش اگه بتونید برای من دانلود بکنید خیلی ممنون میشم. من که هر کار کردم نشد. تو این اسلاید شوئرا میاره، توی مثلا این سایت هایی که اسلایدها رو شیر میکنن میاره، ولی من بلد نیستم از اونا چجوری باید دانلود بکنیم. اگر کسی بلد بود باز به منم یاد بده که از اونا چجوری میشه دانلود کرد یا دانلود کنید دیگه. حالا این فصل 5 رو من فعلا راجع به حافظه بود دانلود کردم، ولی اون پروسسورش که فصل 4 و فصل بعدیش رو نتونستم متاسفانه دانلود بکنم. خب بریم سراغ فصل بعدی. خب Complex Pipelines, Out of Order Issue, Register Renaming. راجع به 3 تا موضوع ما میخوایم تو این بخش صحبت بکنیم. یکی Complex Pipelines هستش، پایپلاین های پیچیده تر. یکی هم Out of Order Issue هستش که البته یک اسلایدهای دیگه هم داره این Out of Order Issue که فصل بعد از اینه که حالا شاید اون اسلایدها رو دیگه درس ندم، فقط مقدمه‌اش رو تو همین بخش بگیم. و یه رجیستر رینیمینگ داریم که حالا در مورد اینها صحبت میکنیم. خب ما راجع به ویرچوال مموری صحبت کردیم، این اسلاید رو من دیگه رد میکنم. اما علاقه‌مندی به کامپلکس پایپلاینینگ چرا هستش؟ Pipelining becomes complex when we want high performance in the presence of. خود اصلا پایپلاین کردن پروسه ها و ریز پردازنده در حضور یه سری نکاتی که الان توضیح میدم کار رو سخت میکنه. یعنی ما وقتی میخوایم پایپلاین بکنیم اگر این 3 تا موضوع نباشه خب کار راحته برای پایپلاین. وقتی اینا هستن کار خیلی سخته. یکی از اونها long latency or partially pipeline floating point units هستش. ما اولا روبرو هستیم با یه تأخیرهای خیلی طولانی و حتی وقتی میخوایم یه بخشی رو مثلا پایپلاین کنیم، برای مثال مثلا اون بخش محاسبات floating point خودش به فی نفسه از لحاظ زمانی خیلی تأخیر بیشتری داره نسبت به اون 5 استیجی که ما ریز پردازنده رو پایپلاین کردیم. از طرف دیگه دیدیم ساختار مموریمون وریبل اکسس تایم داریم، یعنی ما کش داریم با اکسس تایم 0.5 نانوثانیه، دیرم رو داریم با اکسس تایم مثلا 2.5 نانوثانیه، فلش رو داریم حالا مثلا با اکسس تایم مثلا 20 نانوثانیه، هارد دیسک رو داریم با اکسس تایم مثلا 5 میلی ثانیه و حتی ممکنه مثلا این مدیاهای رکورد دیگه مثل تیپ ها باشه که اونا اکسس تایمشون مثلا در حد مثلا چند 10 ثانیه باشه. پس ما ساختار مموری داریم که وریبل اکسس تایم داره و این کار رو خیلی سخت میکنه تو پایپلاینینگ، چون دقیق نمیدونیم کار کی تموم میشه. مالتیپل اریثمتیک اند مموری یونیتس داریم، ضمن اینکه ما اون بخش‌های محاسباتی و حافظه‌مون حالا می‌خوایم چندگانه بشه و همزمان چند تا از اینا با هم کار بکنه. این 3 تا مورد باعث میشه پایپلاینینگ کامپلکس بشه، پیچیده بشه. خب ما ساختاری که پیشنهاد میکنیم یه ساختار IF داریم و ID که قبلا گفتیم اینا اینستراکشن رو فچ میکنه، بعد اینستراکشن رو دیکود میکنه. یه بخش ایشو اضافه میکنیم که این ایشو میاد کار رو تقسیم میکنه که حالا مثلا کار باید بره تو ILU
یا باید بره توی مثلا توی ماژول مثلا فلوتینگ پوینت باید بره، یا مثلا فلوتینگ ادرمون هستش، فلوتینگ مالتیپلایرمون هستش، فلوتینگ دیوایدرمون هستش، یا مثلا به حافظه میخوایم بریم، بعدش هم که حالا رایت بک میخواد بشه. یعنی ساختار ما یه ساختاری بود که قبلا در موردش صحبت کردیم که این آیلیو مموری و رایت بک بود، اما حالا بخش‌های دیگه هم میخواد بهش اضافه بشه. اون فلوتینگ پوینت ها میخواد اضافه بشه، ماژول های ضرب کننده میخواد اضافه بشه، تقسیم کننده میخواد اضافه بشه، که اینا معمولا مجموعی هستن که تأخیر زیادی دارن. خب structural conflicts at the exception stage if some FPU or memory unit is not pipelined and takes more than one cycle. خب FPU یعنی اون floating point unit ما و مموری ما، گفتیم که اینا بیشتر از یه سایکل معمولا طول میکشه و این کار پایپلاینینگ و هندل کردن اکسپشن هایی که اتفاق میفته رو سخت میکنه. استراکچرال کانفلیکت داریم بعضا تو این حالت ها. Structural conflicts at the write back stage due to variable latency of different function units. این فانکشن یونیت ها چون لیتنسیشون با هم دیگه متفاوت هستش، تو مرحله رایت بک یا همون WB حالا میتونه استراکچرال کانفلیکت اتفاق بیفته. پس ما مشکلاتی رو اینجا داریم. علاوه بر این ما حالا بعدا میبینید دنبال اوت آف اوردر هستیم. اوت آف اوردر یا OOO که حالا خودش باز یه اوت آف اوردر رایت هازارد رو ایجاد میکنه، یه خطای نوشتن رایت آف اوردر ایجاد میکنه، به خاطر باز همین وریبل لیتنسی که در different functional unit داریم. این هم مشکل ساز میشه. حالا میخوایم ببینیم که چجوری اینا رو هندل بکنیم. یه راه همینه که ما سراغ این اوردر پایپلاینینگ بریم، یعنی دستورات همچنان به ترتیب وارد ایشو بشن و وارد اون لوله بندی ما بشن. اصطلاحاً این ساختار رو میگیم این اوردر پایپلاین. در این نوع ما خب پروگرام کانترمون داریم، اینستراکشن کشمون رو داریم، رجیسترهایی که برای پایپلاینینگ داریم رو اضافه کردیم، دیکود رو داریم، ALU رو داریم، دیتا مموری رو داریم، بینش هم باز می‌بینید رجیستری داریم. یه حالا خط داریم به نام کامیت پوینت. من توی بخشی از درس رو توضیح ندادم، حالا اگه لازم شد باز برمیگردیم یه جایی من حالا راجبش توضیح میدم. ولی کلا کارهایی که حالا تو پایپلاین گذاشته میشه در این خط کامیت پوینت باید به اتمام برسه. اگر اینجا به اتمام نرسه مشکل ساز میشه. بعدش هم که رجیستر رایت بکمون هستش که باز دوباره میخواد بنویسه. حالا یه بخشی رو اضافه میکنیم به نام GPR و FPR که GPR اون Generalized Purpose Register هستش، اون رجیسترهای عمومیمون هستش که معمولا اینا محاسبات اینتجر رو انجام میدادن. یه FPR داریم که Floating Point رجیسترها هستن و بعد از این فلوتینگ پوینت ها حالا اون ماژول هایی که میخوان حالا یه فانکشن فلوتینگ پوینت انجام بدن، مثلا فول ادر هستن یا فلوتینگ ادر هستن یا فلوتینگ مالتیپلایر هستن یا مثلا آن پایپلاین دیوایدر هستش اینجا که حالا میخواد دیواید رو انجام بده. اینا همه میان انگار موازی با اون بخش ALU و دیتا مموری قرار میگیرن و میبینید که ما یه فضای خالی رو از لحاظ زمانی باید رها بکنیم تو این دسترسی ALU و مموریمون، به خاطر اینکه این فلوتینگ ادمون یا فلوتینگ مالتیپلایمون باید تا اون موقع آماده بشه، یعنی قبل از این کامیت پوینت باید آماده بشه. پس اینا هم یه جورایی باید تأخیر درشون ایجاد بشه که حالا اینو تو اینجا نوشته، گفته delay write back so all operations have same latency to W stage. یعنی قبل از اینکه به اون مرحله رایت بک برسیم حتی کارهایی که زودتر انجام می‌شده رو حالا یکم تأخیر بدیم برای اینکه همه همزمان اونجا آماده باشن، که خب واضح هستش که در کارهای اینتجر باعث میشه سی پی یو کنتر بشه تو این روش دیگه.
استال پایپلاین آن لانگ لیتنسی اپریشنز. تو اون لیتنسی های طولانی انگار ما باید پایپلاینمون استال بخوره دیگه. مثلا اگر فرض کنید دیواید رو تقسیم رو ما با یک کاری که تو آیلی داره انجام میشه با هم پایپلاین کردیم، اون کار آیلی باید استال بخوره تا اون دیوایدر آماده بشه، وگرنه کشمیس اتفاق میفته دیگه. handle exception in order at commit point. در همون مرحله کامیت پوینت ما باید هندل بکنیم اون اکسپشنی هم که اتفاق میفته. خب حالا سوال کرده که how to prevent increased write back latency from slowing down single cycle integer operation. برای اینکه اون کارهای معمول اینتجرمون که قبلا قرار بود در یک سیکل انجام بشه حالا اونا کنتر نشه، چه راه حلی رو پیشنهاد میکنیم؟ استفاده از بایپاسینگ. باز میریم سراغ بایپاسینگ. خب چجوری باید استفاده بکنیم از بایپاسینگ؟ آیا میتونیم بدون بایپاسینگ و حالا روش‌های دیگه مشکلمون رو حل بکنیم؟ باز یه یادآوری کرده توی هزاردهایی که اتفاق میافتاد ما یه رید افتر رایت داشتیم که حتما باید اول یه رایت اتفاق بیفته تا اون رجیستر رو شما بخونید. اگه این قبل از این انجام بشه یه هزارده، یه خطایی. اینو بهش میگیم دیتا دیپندنسی. یه آنتی دیپندنسی داشتیم که رایت افتر رید بود، یعنی باید اول R1 رو میخوندیم، یه کاری روش انجام میدادیم، بعد R1 باید نوشته میشد. این آنتی دیپندنسی بود. و یه output دیپندنسی بود که رایت افتر رایت بود، یعنی R3 تو دو تا دستور مختلف میخواست رایت بشه، منتها اینا حتما توالی رایت شدن اینها باید رعایت بشه و یعنی ممکنه اشتباهی رخ بده. که اولی رو RAW اسمشو گذاشتیم، دومی وار بود، سومی هم واو بود دیگه. خب register vs memory dependency. حالا صحبتی که کرده گفته data hazards due to register operands can be determined at the decode stage. میگه ما اگر بخوایم آپرندامون بخوان از توی رجیستر برداشته بشن، دیتا هازارد هامون رو میتونیم در مرحله دیکود کردن تشخیص بدیم. یعنی همونجا که دیکود میکنیم میبینیم آپرندهای تو رجیستر رو نیاز داریم، بعد میشه با یه روش‌های همونجا تشخیص داد که ما دیتا هازارد داریم یا نداریم. اما دیتا هازاردهایی که آپرندامون تو مموری باشن رو اینا فقط موقعی معلوم میشن که ما انگار افکتیو آدرسمون رو محاسبه بکنیم. خاطرتون هستش که ما اگر به حافظه میخواستیم دسترسی داشته باشیم یک مراحلی داشت که انگار باید اون پی سی مون با یه آفستی جمع میشد تا اون آدرسی که میخواستیم دسترسی پیدا کنیم رو تشکیل بده. تازه ویرچوال مموری هم اگه این وسط باشه که یه ترنسلیتی هم باید رو اون آدرسه انجام بشه، تازه اون موقع ما میفهمیم که حالا ما اینجا دیتا هازارد داریم یا نداریم. پس ما توی رجیسترها با توی حالتهای دیگه متفاوته. حالا اومده یه مثالی زده برای دیتا هازارد. گفته فرض کنید این دستورهای I1 تا I6 میخواد انجام بشه. مثلا یکی یه تقسیم فلوتینگ پوینت هستش، بعد یه لود فلوتینگ پوینت، یک ضرب فلوتینگ پوینت، دوباره تقسیم فلوتینگ پوینت، یه تفریق فلوتینگ پوینت و یه اد فلوتینگ پوینت هستش. حالا اگه این ساختارها رو نگاه کنید دیتا هازارد رو تو اینا میبینید. مثلا فرض کنید که اینجا نگاه کنید F2 رو باید لود کنه تو دستور بعدی در حالی که F2 رو میخواد بخونه. پس هم توش راه هازارد داریم، راه هازارداش اگه بخوایم مشخص کنیم این مثلا راه هازارد هستش. read after write، یعنی اول باید اینجا F6 نوشته بشه بعد ما اینجا F6 رو بخونیم. این read after write. این یکی هم read after write، یعنی F6 که اینجا میخواد خونده بشه اینجا باید حتما نوشته بشه. یا اینم read after write، نگاه کنید F2 که میخواد خونده بشه بعد از این F2 که باید نوشته بشه هستش. اینم read after write هستش و این F2 دیگه هم read after write هستش. این F0 هم الان میبینید read after write هستش. F8 هم read after write هستش. war hazard ممکنه داشته باشیم، یعنی write after read، که اگه نگاه بکنید مثلا
اینجا این رایته باید بعد از این رید اینجا حتما اتفاق بیفته، یا یکی هم رایت افتر رید هستش. واو هازارد داریم، یعنی رایت افتر رایت داریم که اولی و آخری هستن، اینم دیتا هازارد دیگه. حالا اگر ما بخوایم اینستراکشن اسکیجولینگ انجام بدیم، یعنی حالا این اینستراکشن ها رو بخوایم اسکیجول بکنیم که هر کدوم باید کی انجام بشه تا این دیتا هازارد ها مشکل ساز نشه، به روش این اوردر اگر بخوایم اسکیجول بکنیم یه ساختار رو باید استفاده کنیم، میتونیم اوت آف اوردرش کنیم، یعنی مثلا جای بعضی از دستورات رو عوض کنیم. الان آی 2 و آی 1 نگاه کنید به هم دیگه وابستگی ندارن، جای اینها رو میتونیم عوض بکنیم، دستور آی 2 رو اول ایشو کنیم داخل پایپلاین، بعد آی 1 رو ایشو کنیم داخل پایپلاین، یا مثلا دستور 4 و 5 رو میتونیم جاشون رو با هم دیگه عوض بکنیم و داخل پایپلاین بیاریم. پس این اوردر که یعنی به ترتیب اجرا بشه، اوت آف اوردر یعنی بعضی از دستورا رو ترتیبش رو عوض بکنیم. حالا فرض کنید که لیتنسی هر کدوم از این دستورات رو هم بدونیم، مثلا این دستور اول یه دیواید هستش 4 سیکل طول بکشه، این لودمون یه سیکل باشه، مالتیپلایمون 3 سیکل باشه، دیوایدمون 4 سیکل و ساب و عدمون هم یه سیکل باشه. خب اگر این اوردر انجام میدیم، یک میاد داخل، بعد 2 میاد داخل، بعد از یه سیکل انگار یک تموم شده، اینجا میبینید دیگه بعد از یه سیکل یک تموم شده، بعد از یه سیکل هم 2 تموم شده، بعد باز 3 اومده داخل، 4 اومده داخل، 3 هم باز دوباره بعد از 3 سیکل تموم میشه و 4 بعد از 4 سیکل تموم میشه. 5 رو میتونه این فاصله واکشی کنه. تو 5 اگه نگاه بکنید F0 و F6 رو نیاز داشتیم. F0 تو آیسه اگر یعنی آیسه تموم شده باشه ما 5 رو میتونیم بیاریم داخل، دیتا هازارد اتفاق نمیفته. یا F6 رو نیاز داره، F6 توی 4 باید تموم شده باشه، نه اینجا I4 هم F6 رو میخواد بخونه پس به این کاری نداره، I1 F6 رو میخواد بنویسه، I1 باید تموم شده باشه که I1 اینجا تموم شده، پس ما 5 رو قبل از اتمام 4 میتونیم داخل بکشیمش، میتونیم زودتر بیاریم داخل، و 4 رو هم قبل از اتمام 3 میتونیم بکشیم داخل. 4 رو نگاه کنید F6 و F2 رو نیاز داره، در حالی که 3 F0 رو مینویسه و 1 و 2 که F2 و F6 رو رایت کرده اینجا کارشون تموم شده، پس ما 4 رو هم قبل از اینکه 3 تموم بشه میتونیم داخل بکشیم. اینجا هم که 1 رو داخل کشیدیم بلافاصله 2 رو میتونیم داخل بکشیم. به خاطر چی؟ برای اینکه 2 به 1 وابستگی نداره. ترتیب پس دستورات به این صورت میشه، این اوردرش هستش، حتما مثلا باید 3 تموم بشه تا ما 5 رو بکشیم داخل. حالا این وسط اگر چند تا استال میخوره دیگه مجبوریم استالش رو تحمل بکنیم، یا تا 4 تموم نشه مثلا 6 رو نمیتونیم داخل بکشیم، هرچی هم اینجا بخواد استال بخوره باید اون استال رو تحمل بکنیم. این اوردر هستش. تو اوت آف اوردرش اگه نگاه بکنید ما تو اوت آف اوردرش جای 4 و 5 رو الان اینجا عوض کرده، 1 و 2 رو با هم کشیده تو، 2 تموم شده دیگه منتظر 1 میتونه نشه، 3 باز دوباره تا موقع میتونه داخل کشیده بشه برای اجرا، و 1 که تموم شد 4 رو میکشه تو دیگه، 3 رو که کشیده و 4 به 3 کار نداره، 1 هم تموم شده 2 هم تموم شده، بعد باز تا 3 تموم میشه 5 رو میکشه داخل، هنوز 4 هم تموم نشده ولی اشکالی نداره چون دیتا هازارد اتفاق نمیفته، 5 تموم میشه 4 هم تموم میشه، 6 رو میکشه داخل و به این ترتیب اینم اوت آف اوردر هستش. خب هم مکانیزم این اوردر و اوت آف اوردر رو دیدیم. تو اوت آف اوردر یه ذره جلوتر میشه کشید داخل و استال ها کمتر میشه. فکر کنم چیزی که اینجا اعلام کرده، عددی که اعلام کرده مثلا 5% بهبود میده کارایی رو اگر اوت آف اوردر رو انجام بده. When is it safe to issue an instruction؟ وقتی که میخوایم یه اینستراکشنی رو ایشو کنیم بکشیمش داخل،
حالا باید ببینیم ترک کنیم، ببینیم که کی سیف هستش، دیتا هازارد اتفاق نمیفته، اون موقع میتونیم بکشیمش داخل. لازم هستش که برای اینکه قبل از اینکه دستور رو بکشیم داخل، حالا یه کارهای انجام بدیم. به این سوالا باید بتونیم پاسخ بدیم. Is the required function unit available؟ آیا اون فانکشنی که الان میخواد کار بکنه ما بهش احتیاج داریم الان آزاده یا مشغول انجام کار دیگه هستش؟ Is the input data available؟ اون داده‌ای که میخواد وارد بشه الان هستش یا نه؟ راو read after write، یعنی باید اول یه رایت انجام بشه بعد ما بخونیمش. Is the safe to write the destination؟ آیا اگه کارمون تموم بشه بخوایم بنویسیمش سیف هستش؟ وار و واو اتفاق نمیفته. Is there a structural conflict at the WB stage؟ آیا تو مرحله write back structural conflicti ممکنه اتفاق بیفته؟ یعنی به جایی از حافظه یا رجیستر فایلمون بخوایم دسترسی پیدا کنیم که اون اطلاعاتش رو هنوز نیاز داریم. خب اینا باید بیاد توی جدولی پر بشه تا این correct issue رو پیدا کنیم. نام دستور رو باید بنویسیم، اینکه اون واحد بیزی هستش یا نه رو باید توسط یه فلگی مشخص کنیم. آپرندمون چی هستش، دستینیشنمون، سورس 1، سورس 2، اینا رو باید همه رو بتونیم پاسخ بدیم. The instruction I at the issue stage consult this table. باید برای اینستراکشن I باید این جدول رو پر بکنیم. پس باید به سوال if you available جواب بدیم که تو این بیزی پاسخش رو میدیم. اگر بیزی باشه که خب اینجا میزنیم بیزی، اگر بیزی نباشه اینجا آزاد میزنیم. راو داریم یا نه، سرچ ده. اگر بخوایم ببینیم راو اتفاق میفته یا نه، یعنی read after write اتفاق میفته، باید تو دیستینیشن هامون بگردیم، توی ستون دیستینیشنمون بیایم بگردیم ببینیم که آیا آیامین دیستینیشنمون اینجا هستش یا نه. search the destination column for ion source. ببخشید مثلا میخوایم دستور آیو، این دستور اد 3 رو فرض کنیم میخوایم ببینیم که را براش اتفاق میفته یا نه. میایم توی ستون دیستینیشن نگاه میکنیم سورس های این اد 3 هرچی هستن آیا تو ستون های این دیستینیشن هستن یا نه. اگر باشن یعنی را اتفاق میفته، اگه نباشن یعنی را اتفاق نمیفته. برای وار یعنی write after read باید بریم سرچ کنیم the source column. این source column ها رو باید سرچ بکنیم که ببینیم دیستینیشن اون آیوممون که مثلا حالا مربوط به این اد 3 هستش آیا تو این سورس ها هست یا نه. اگر باشه یعنی write after read ممکن اتفاق بیفته. و برای واومون هم باید تو دیستینیشن بگردیم ببینیم آیا این دیستینیشنمون تو این ستون بازم جای دیگه هست یا نه. پس ما اگر این جدول رو داشته باشیم به همه جوابایی که میخوایم برای دیتا هازارد میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. اگه بتونیم یه همچین جدولی رو ریز پردازنده بتونه تشکیل بده، میتونه جواب بده که آیا دیتا هازارد RAW اتفاق میفته، WAR اتفاق میفته یا WAW هم اتفاق میفته یا نه. خب an entry is added to the table if no hazard is detected. اگر هیچ دیتا هازاردی اتفاق نمیافتاد میاد حالا به این انتری رو اضافه میکنه، در پایان اون لیست انتریاش اینو اضافه میکنه. An entry is removed from the table after write back. بعد از اینکه write back هم انجام میشه اون انتریمون رو باز برمی‌داریم از اون جدول. پس داریم یه جدولی باز تشکیل میدیم که یه انتریایی داره که انگار اینستراکشن ها میان اینجا توی یه صفی قرار میگیرن برای اجرا و تو همین صفحه حالا ما تشخیص میدیم که اینا با هم دیگه دیتا هازارد دارن یا ندارن. البته اینا همه برای حالت هنوز این اوردره، یعنی ما هنوز فعلا سراغ اوت اف اوردر نرفتیم. Suppose the instruction is not issued by the issue stage if a raw hazard exists. اگر پس RAW اتفاق بیفته، read after write اتفاق بیفته، اصلا دستور ایشو نمیشه تو این اوردر. Order required if you is busy. یا اگر اون floating یونیتی که نیاز داریم که حالا رو آپرندامون عمل بکنه اگه اون بیزی هستش اصلا این دستور رو بازم ایشو نمی کنیم داخل.
and the operands are registered by functional unit on issue. خب گفته can the instruction cause a var hazard. ما باید به این سوال جواب بدیم که آیا var hazard اتفاق میفته یا نه. Earlier instructions read their operands at issue. که از اون جدوله میتونیم پاسخ بدیم و هازارد هم آیا اتفاق میفته یا نه که این هم باید بهش پاسخ بدیم. که حالا اگر yes بشه انگار out of order compilation رو انجام میدیم، یعنی out of order باید انجام میدیم. اون بالای var اگر no باشه earlier instruction read their operands at issue، یعنی اگر وار هزاردی اتفاق نمی افتاد اون موقع میریم اون اینستراکشنی که از همه جلوتر رو هستش اپرنداشو میاریم داخل تا اجرا کنیم. خب اگر نو وار هزارد یعنی وار هزارد نداشتیم سورس 1 و سورس 2 رو نمیخواد دیگه نگهش داریم. گفته نو وار هزارد یعنی رایت افتر ریدی نداریم، یعنی اول لازم نیست رید کنیم بعد رایت بکنیم، اون موقع دیگه سورس 1 و سورس 2 رو نمیخواد نگه داریم. The issue stage does not issue an instruction in case of a wav hazard. اگر wav hazard اتفاق بیفته یعنی right after right اتفاق بیفته اصلا اینستراکشنمون ایشو نمیشه، نمیاد تو برای اجرا. A register name can occur at most once in the destination column. حالا اینجا سراغ رجیستر نیمینگ میریم، یعنی اگر در این حالت ها ما نام رجیستر هامون رو میریم تغییر بدیم که حالا راجبش توضیح میدم. برای اینکه بتونیم رجیستر نیمینگ انجام بدیم باز به یه سری بیت های فلگ اضافه نیاز داریم. یه WP داریم، یه فلگ WP داریم که به حساب آرایه‌ای هستش که شماره رجیستر اون شماره اون آرایش هستش. مثلا WP رجیستر 1 WP رجیستر 2 که این WP a bit vector to record the register for which writes are pending. یه write pending ایجاد میکنه. این فلگی هستش که میگه این رجیستر الان دیگه نباید توش نوشته بشه، به هر دلیلی ما این رجیستر رو نیاز داریم. این فلگ نشون میده که تو این رجیستر نباید بنویسیم، پس این write pending ایجاد میکنه. These bits are set by the issue stage and cleared by the WB stage. این بیت ست میشه به یک موقع که توی ایشو استیج متوجه بشیم که حالا WB pending باید انجام بدیم و موقعی که W به حساب رایت بک بکنیم یعنی اون خروجی ها رو بخوایم بنویسیم تو حافظه دیگه باز اینو کلیرش میکنیم، صفرش میکنیم. Each pipeline stage in the fuse must carry the register, destination field and a flag to indicate if it is valid. دیگه حالا باید از حالا هم destination fieldمون رو بررسی بکنیم هم این بیت رو بررسی بکنیم که ببینیم آیا valid هستش یا نه. یه بیت دیگه هم اضافه میکنیم به نام بیزی که شماره فلوتینگ یونیت هامون رو نشون میده. شماره یونیت هامون هستش، اصلا یونیت هایی که فانکشنالیتی داره، مثلا میخواد اینستراکشنی رو بکشه داخل، میخواد اد انجام بده، مالتیپلای انجام بده یا دیواید انجام بده. باز این یه بیت وکتوری هستش که ایندیکیت fuse availability اون یونیتمون رو نشون میده. این بیت هارد وایرد هستش تو FU، یعنی مستقیم با سیم وصل شده به اون یونیت های فلوتینگ پوینت و اگر اونا آزاد باشن این بیت یک صفره، اگر آزاد نباشن این بیت یک. WP مون هم که توضیح دادیم a bit vector to record the registers for which writes are pending. These bits are set by issue stage. اینا رو توضیح دادم. Issue checks their instruction. وقتی که میخواد ایشو بشه دستور داخل میاد چک میکنه اینستراکشن رو، هم آپ کد رو هم دستینیشن رو هم سورس 1 رو هم سورس 2 رو میره با اون تیبلی که گفتیم میره چک میکنه against the scoreboard
و این بیزی و WPش رو قبل از ایشو کردن میره چک میکنه. پس هم آپکود دیستینیشن سورس 1 سورس 2 هم بیزی هم WPش رو میره چک میکنه. برای اینکه متوجه بشه اون فلوتینگ یونیتمون اویلیبل هست یا نه میره بیت بیزی رو نگاه میکنه. برای اینکه ببینه RAW اتفاق افتاده یا نه، یعنی رید افتر رایت اتفاق افتاده یا نه، میره WP رو WP سورس 1 و WP سورس 2 رو چک میکنه. برای اینکه ببینه وار اتفاق میفته یا نه، اینو اینجا نمیتونیم انگار انجامش بدیم. برای واب هم WP دستینیشن رو میره چک میکنه. پس ما برای 4 تا از سوالامون جوابمون رو پیدا کردیم. خب این اسکوربورد به صورت داینامیک پر میشه، همون جدوله هستش که ما باید پرش بکنیم. برای فانکشنال یونیتمون باید پر بکنیم که الان بیاید اینجا حالا با هم دیگه برای همین انگار چند تا دستوری که دستور I1 تا I6 که گفتیم اینجا رو پر بکنیم. تو این جدول instruction 1 add 1 multiply 3 divide 4 WB right back هستش. اینا اون سیکلای هستش که طول میکشه رو اینجا نوشته. و registered reserved for write، اون رجیستری که برای رایت کردن باید رزروش بکنیم، همون WP مون هستش. اینا رو میخوایم علامت گذاری کنیم. خب دستور اول فچ میشه میاد داخل، کشیده میشه تو، ایشو میشه. این دستور یه دستور فلوتینگ دیواید هستش. پس ماژول دیواید باید دیگه مشغول بشه، باید بیت بیزیشو 1 بکنیم و F6 شروع میکنه. انگار F6 رو علامت میزنیم به خاطر اینکه دیگه کسی حق نداره روی F6 چیزی بنویسه. تا موقعی که کار فانکشن دیواید تموم نشه F6 دیگه نباید رایت بشه. پس اینجا رفتیم رجیسترمون رو رزرو کردیم برای رایت پندینگ. رایت پندینگش رو علامت زدیم. خب دستور 2 میخواد حالا فچ بشه بیاد تو. دستور 2 یه اینستراکشن لود هستش، به خاطر همین زیر این ستون F2 رو نوشته. F6 هم تو پایپلاینمون میره جلو، یعنی یه گام دیگه میره جلو. F2 هم اینجا علامت میخوره که نباید ما دیگه بهش روش رایت بکنیم. میریم تو دستور بعدی میبینیم که F2 رو نیاز داریم. چون F2 رو دستور بعدی تو مالتیپلایمون نیاز داشتیم و دستور قبلی F2 رو میخواسته لود بکنه، ما اینجا رجیستر رزرو کردیم. تو لیست رزرویاش نگاه میکنیم اینه F2 هستش، تو آیسه هم F2 رو لازم داره دیگه. اینجا استال میخوره، میبینید دستور آیسه نیومد تو و یه حبابی درست میشه. F6 تو پایپلاینمون میره جلو. F2 هم چون یه سیکل بیشتر طول نمیکشه میرسه به رایت بکمون و آماده نوشتن میشه توی رجیسترها. اینجا آیدو کارش تموم میشه، میبینید علامت میخوره که کارش تموم میشه. این بیت رزرومون F2 رو آزاد میکنه. به همین دلیل هم تو سیکل بعدی آیسه دوباره فچ میشه میاد داخل، ایشو میشه میاد داخل. آیسه یه دستور مالتیپلای هستش، پس F0 رو توی ستون مالتیپلای می نویسه. F6 مون توی اون دستور دیواید همچنان توی پایپلاینمون داره میره جلو و در حال انجام هستش. به همین دلیل هم هنوزم اینجا F6 علامت خورده. F0 هم باز دوباره علامت میخوره که کسی نباید بهش دسترسی پیدا کنه. باز یه استال میخوریم. چرا؟ چون دستور I4 اگه نگاه بکنید به F6 و F2 نیاز داره که F6 هنوز آزاد نشده. به همین دلیل هم استال میخوره. تو این استالی که میخوره F0 یه استپ میره جلو تو پایپلاینمون، F6 میرسه به مرحله رایت بک. دستور 1 تازه اینجا تموم میشه کارش و دستور بعدی دوباره میتونه ایشو بشه. I4 بیاد تو، F0 تو پایپلاینمون میره جلو. F8 که انگار دیواید هستش باز دوباره میره زیر ستون دیواید نوشته میشه و رجیسترش هم رزرو میشه که کسی بهش دسترسی نداشته باشه. دستور بعدی I5 یه ساب میخواد انجام بده، به F0 و F6 نیاز داره. F0 اینجا درگیره، برای همین هم دوباره استال میخوره
و یه حبابی درست میشه. F8 میره جلو، F0 میرسه به مرحله رایت بک و دستور آی 3 تموم میشه. در نتیجه توی سیکل بعدی دیگه استالی نداریم. آی 5 میتونه ایشو بشه بیاد داخل که یه دستور ساب هستش، در اصل جزء اد به حساب میاد. باید اد انجام بشه. F10 رو اینجا رزرو میکنه. F8 هم از قبل رزرو بوده چون یه سیکل بیشتر طول نمیکشه. البته چون دستور I6 هم باز F8 رو نیاز داره و F8 اینجا هنوز میبینید که رزرو شده، باز دوباره استال میخوریم و بعدی هم استال میخوریم چون هنوز F8 به رایت بک نرسیده بوده. بعد از 2 تا استال I6 میتونه بیاد داخل، F6 رو میاره داخل، یه اد هستش باید انجام بده و مرحله بعد یه استال میخوره، F6 هم کارش تموم میشه. به این ترتیب ما انگار دیدید که تو 11 تا سیکلی تونستیم این 6 تا دستور رو این اوردر انجام بدیم. یعنی ما الان فعلا داریم این اوردر انجام میدیم. اسکوربورد انگار این اوردر هستش که میبینید تشکیل شده این اسکوربورد. خب متوجه شدید که این اوردر ایشو یه لیمیتیشن هایی داره. یه جاهایی ما باید استال بخوریم. الان دیدید که 1 2 3 4 5 6 تا استال اینجا خورده بودیم. یعنی از 11 سیکل ما 6 تا سیکلش استال بوده خورده که خب این 6 تا استال رو اینجا میبینید. خب محدودیت هایی رو ایجاد کرد که مثلا دستورا باید یکم استال میخورد بعداً میومد داخل. حالا میخوایم آوت آف اوردرش کنیم، یعنی آوت آف اوردر ایشو انجام بدیم، یعنی ترتیب رو میخوایم به هم بزنیم. ایشو stage buffer holds multiple instruction waiting to issue. در این ایشو استیج بافری که حالا اضافه میشه، ما یه بافری داریم که اینستراکشن هایی که میخوان ایشو بشن، یعنی بیان داخل واحدها کشیده بشن و انجام بشن، اینجا منتظر اجرا هستن. خب حالا decode adds next instruction to buffer if there is a space and the instruction does not cause a var or wav hazard. میگه دستورا به این بافری که این وسط هستش، بافر ایشو، مرتب اضافه میشن اگر دیتا هازارد از نوع وار و از نوع واو اتفاق نیفته. پس اون دستوراتی که وار یا واو اتفاق ایجاد نمیکنن میان اضافه میشن و ضمن اینکه بافرمون هم باید جا داشته باشه. اگه جا نداشته باشه خب نمیتونیم اضافه کنیم. decode adds next instruction to buffer if there is a space. اینی که خوندم var possible again because issue is out of order, var not possible with in order issue and registering of input operands at functional unit. میگه چون out of order حتی اگر var نداشته باشه ما تو صفحه اجرا هم بذاریم باز ممکنه براش var اتفاق بیفته. اگه این اوردر بود اینجا چک میکردیم دیگه تمام بود، مطمئن بودیم var اتفاق نمیفته. ولی چون میخوایم اوردرها رو به هم بزنیم، خود دستوراتی هم که میرن بافر میشن ممکنه براشون دوباره باز این موضوع اتفاق بیفته که هازارد وار براش اتفاق بیفته. Any instruction in buffer whose raw hazards are satisfied can be issued. خب هر کدوم که راو رو نداشته باشه میتونه ایشو بشه، بره داخل اجرا بشه. For now at most one issue per cycle. حداقل یکی در سیکل میتونه ایشو بشه بره تو. On a write back new instruction may get enabled. خب تو رایت بک هم که میتونه باز دستور جدید بره. خب اگر حالا out of order کنیم، همون دستوراتی که میخواستیم انجام بدیم حالا اوردرش رو بیاییم به هم بریزیم انجام بدیم، دیگه من خیلی بررسی نمی کنم. Out of order execution did not allow any significant improvement. نکته ای که هستش یک significant improvementی اتفاق نمیفته. فکر کنم عدد پایینی هم اعلام کرده بود. گفته which features of an ISA limit the number of instructions in the pipeline. چه ویژگی باعث میشه از مجموعه دستوراتمون
محدودیت های مجموعه دستوراتمون که ما تعداد اینستراکشن هامون در پایپلاینمون محدود بشه که تعداد رجیستر ها هستش. یعنی هرچی ما الان تعداد رجیستر بیشتری رو به عنوان بافر داشته باشیم، خب عملا ما میتونیم تعداد دستور بیشتری رو پایپلاین بکنیم. یعنی پس رجیستر هایی که برای پایپلاین میذاریم مهمه، نه اون آوت آف اوردره. فکر کنم 3 تا 5% آوت آف اوردره بهبود میده و اصلا به همین دلیل هم بوده که آوت آف اوردر در دهه 60 اولین بار کشف شده و استفاده شده، ولی شاید 3 دهه 4 دهه کنار گذاشته شده. در اوایل 2000 باز دوباره آوت آف اوردر رو استفاده کردن، به خاطر اینکه اون دهه 60 که آوت آف اوردر کشف شد، اون موقع هنوز تازه تکنولوژی کش داشت می اومد، دیدن اصلا با کش میتونن خیلی سرعت و بهتر بهبود بدن و اصلا دنبال آوت آف اوردر نبودن. Out of order issue by itself does not provide any significant performance improvement. میگه به خودی خود این out of order خیلی بهبودی نمیده. البته بعدا میبینید تحت شرایطی out of order خیلی خوبه. Overcoming the lack of register names. خب بپردازیم به یه موضوع دیگه. حالا ما ممکنه کمبود رجیستر نیم داشته باشیم. هر برنامه، مثلا یه برنامه X رجیستر X1 رو میخواد استفاده کنه، یه برنامه دیگه هم میخواد رجیستر X1 رو استفاده کنه. خب ما در این حالت باید ببینیم چیکار بکنیم. Floating point pipelines often cannot be kept filled with a small number of registers. IBM 360 had only 4 floating point register. IBM 360 فقط 4 تا floating point register داشته. Can a micro architecture use more registers than specified by the ISA without loss of ISA compatibility? میگه اگه ما تعداد این رجیسترها رو بیشتر کنیم و برنامه‌ها وابسته نباشن به اسامی این رجیسترها، بسته به نیاز میتونیم از این رجیسترها استفاده کنیم، مفیدتر میشه استفاده کرد در یه ساختار مایکرو آرکیتکچر. این آقای روبرت تاماسولو که تو آی بی ام کار میکرده یک راه حل خلاقانه ای رو استفاده کرد که using on the fly register renaming بود. یه ساختار on the fly register renaming رو انگار گفت که استفاده کن. خسته شدید مگه؟ آره الان نزدیک افطارم هست. خودم هم اصلا دیگه اینقدر حرف زدم، ساعت قبلی هم یک سر حرف زدم، خسته شدم. خیلی خوب نگاه کنید، من این فایلایی که ویدیوهایی که هستش رو براتون آپلود میکنم توی آپارات، بعد لینکش رو توی LMS میذارم. هر کسی باید یکی از این فایل ها رو انتخاب بکنه. حالا من میتونم خودم بگم هر کسی کدوم یکی از این ویدیوها رو نگاه کنه. این ویدیوها هر کدوم 1.5 ساعت هستش. شما باید از این ویدیوها پاورپوینت درست بکنید.